در کوچه شیدرین ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه کارمندان ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی یک دلیل سودای آدمان و تشکیل فاحشه‌خانه از جانب شهروندان جمهوری خلقی خیتای و جمهوری سوسیالیستی ویتنام را آشکار نمودند. همکارمان احسان عبدالله‌زاده در این خصوص گزارش می‌دهد. ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون سوبیکت مبارزه با جنایتکاری در برابر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم اینچنین با دیگر جنایت‌های متشکلانه از جمله سودای آدمان، آدمربایی و دیگر جنایت‌های بر مقابل شخصیت مبارزه می‌برد. در ریاست مذکور مرکز مقاومت به سودای آدمان فعالیت می‌نماید که در آشکار نمودن جنایت‌ها در این سمت سهمی نمایان دارند. کارمندان این نهاد هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی در کوچه شیدرین ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه آشکار کردند که شهروند جمهوری خلقی خیتای وان وین مین سال تولد 1987 و شهروند جمهوری سوسیالیستی ویتنام هوین دانگ می سال تولد 1990 خانه رقم 10 واقع در کوچه مذکور را به اجاره گرفته به تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه و سودای آدمان مشغول می باشند. از روی نشانداد گمانبران هوین دانگ می شهروند جمهوری سوسیالیستی ویتنام با مسئولیت پیشکی با وان وین مین برای فریب با بهانه همچون پیشخدمت در طرفخانه در حدود فدراسیون روسیه به جای کار تامین نمودند، هموطنان خویش شهروندان جمهوری سوسیالیستی ویتنام ترن مای تیهی توین سال تولد 1985 فام چوب تخی کیم سال تولد 1983 و لیکوک تیهی را که هر سه بیوزن و صاحبی فرزند بوده به جای کار احتیاج دارند جلب نموده سنه 3 دکبر سال 2018 توسط شهر الماتای جمهوری قزاقستان آنها را به شهر دوشنبه وارد نموده است. سپس نامبردگان را هوین دانگ می و وان وین مین به خانه از شهروند جمهوری تاجیکستان قدرتوف بهرالدین محبیلویچ سال تولد 1961 استقامت کننده شهر دوشنبه به اجاره گرفتهشان آورده دیده و دانسته نامبردگان را به اسارت قرضی گرفتار نمودند. همچنین اجرای خانه به اجاره گرفتهشان که گویا همچون مهمانخانه استفاده می نمایند به فاحشه‌خانه تبدیل داده منتظم شهروندان جمهوری سوسیالیستی ویتنام را که به اسارت قرضی گرفتار نموده بودند و شهروندان جمهوری خلقی خیتای که به این خانه برای فراغت می آمدند برای همخوابگی فروخته در مدت 2 ماه از حساب هر کدام جبردیدگان در علایدگی 5200 دلاری فایده به دست آوردند. همچنین وان وین مین و هوین دانگ می شناسنامه‌های جبردیدگان را با خود نگاه داشته هنگامی که در یک خانه و در حجره علایدگی زندگی میکنند با آنها امکان نمیدهند که با هم روبرو شوند. هنگام دیدار یکدیگر جبردیدگان از شادی اشک ریختند. نسبت شهروند جمهوری سوسیالیستی ویتنام هوین دانگ می و شهروند جمهوری خلقی خیتای وان وین مین از جانب پروکراتور شهر دوشنبه در اساس ماده 130 قسم 1 و 239 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی سودای آدمان و تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه و دلگی پرونده جنایتی آغاز کرده شده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. به خاطر تامین ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند از تمام ساکنان کشور خواهش کرده می شود کسانی که درباره چنین افراد و گروه‌های جنایتکاری که به عمل‌های ضد قانونی دست می‌زنند معلومات دارند سری وقت برای ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از طریق تلفن‌های 221 01 49 223 16 09 یا توسط رقم 93 444 0066 که به شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتساپ، ایمو، تلگرام و ویچت پیوست است مراجعه نمایند. کفالت حمایت شخصی آنها محفوظ و هوسمند کنی آنها تامین کرده می شود.